با بیمارخانه منطقوی شهرک زرنیسار شهر گلستان کمک نوبتی جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کӯҳӣ-саноатии توجیکستان و خیتای ماشین یاری تعجیلی دسترس و همچون تحفه تقدیم گردید. کارخانه استخراج کارکرد معدن‌های کوهی این اقدام تحکیمی پایه مادی تکنیکی مؤسسه طبی را در دایره همکاری‌ها با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر گلستان و نقشه چاره‌بینی‌های بنیاد و نوسازی و مجهزانی عملی نمود. نقلیات مخصوصی یاری تعجیلی طبی تمغه فورد مطابق به معیارهای یاری تعجیلی پر مجهز بوده، دارای رخت خواب، زنبل طبی تحویل دهنده، سیستم ضد باکتریوی، دستگاهی تنظیمگری داخلی و 3 جای نشست برای متخصصان طب می باشد. تامین مرکزی یاری تعجیلی طبی بیمارخانه شهرک زرنیسار با این نقلیات استحصال معاصر و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی در شهرک زرنیسار امکانیت وسیع است. شهرک زرنیسار زیاده از 100 کیلومتر دور از شهر گلستان واقع گردیده منطقه کوهی می باشد و بیمارخانه شهرک به چنین نقلیات و تجهیزات معاصر یاری تعجیلی احتیاج داشت. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان، سردختور بیمارخانه شهرک زرنیسار و طبیبان و ساکنان شهرک برای چنین توجه و غمخواری به حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و کارخانه کوهکاری اظهار سپاس و منتداری می‌نمایند. ما جوانان شهرک زرنیسار منتداری خود را اولا به پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امان رحمان و اینچنین به ÇDMM شرکتی تاجیکستانو خیتای همیشه ساکنان شهرک زرنیسار را دستگیری کرده ایستادند و زرنیسار از نو آباد و زیبا شده ایستاده است. تامین کرده شدن ماشین یاری تعجیلی برای شهرک زرنیسار، تامین کرده شدن ماشین یاری تعجیلی برای ما امکان می‌دهد که صفت خدمت رسانی طبی را برای اهالی شهرک باز هم مستحکم گردانیم. این برای شهرک زرنیسار خیلی ضرور بود چون که اینجا منطقه کوهی است. مسئولین جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کӯҳӣ-саноатии توجیکستانو خیتای توجه دائمی راهبریت عالی دولت و حکومت تاجیکستان به ساحه استخراج معدن کوهی و رشد ساحه را تاکید نمودند. ذکر گردید که کارخانه در حدود شهرک زرنیسار شهر گلستان واقع گردیده اقدام نموده است که در آبادانی تعمیر مؤسسه های اجتماعی شهرک دائما سهم می‌گذارد. خصوصا تعلیم فرزندان و سالمی اهالی از مسئله های مهم و اساسی می باشد. با اقدام کارخانه قبلا شعبه سرایتی بیمارخانه با کادهای خواب و لوازمات طبی تامین گردیده بود. همزمان در احیا و برقرارسازی انفراساختار و انشاءات اجتماعی و آبادی شهرک زرنیسار اقدام ها عملی می گردند.